درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 75. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی هشتم، بابی ششم. آخر یک خود من همچون یک نفر انسان بهبودی عمومی امان را محافظت کرده نمی توانم. ضرور است که من و جنگاورانم شجاعت خود را با شجاعت یاورانم متحد نموده محافظ شما و شما هم با آدمان خیش یک دل و یکسان شجاعانی هم پیمان من باشید. این چنین میخواستم توجه شما را نیز به یکی از مشغولیت‌های جلب نمایم که حالا برای اجرای آن دعوت می نمایم و آن را به عهده غلامان واگذاشته نمی توانم. برعکس هر آن کار و پیکاری که به اندیشه من به گردن شما واگذاشته شده است خودم کوشش می کنم که همه آن را انجام دهم و عیناً همین طور چنانی که شما را برای تقلید به اعمال خودم دعوت می نمایم شما نیز به آنهایی که از دست شما مقام و منصب می گیرند تعلیم دهید که به خصلت‌های نمونوی شما پیرو باشند. چون این قاعده ها را در آن وقت کوروش جاری کرده بود و حالا هم موافق همان ترتیب و نظام تمامی گروه های پاسبان ها تحت اطاعت شاه خدمتشان را بجا می آورند. موافق همان ترتیب و نظام در دربار همه حاکمان خدمتگزاری تشکیل یافته در همه خانه ها هم کوچک و هم بزرگ حیات جریان دارد و در همه جا بهترین مهمانان را در مد اول عزت و حرمت می کنند. نهایت تمامی راهپیمایی های حربی طبق همان ترتیب و نظام قطعی گذرانده شده عیناً همان طور راهبری تمامی کارهای دولتی در دست شماره کمترین آدمان متمرکز می گردد. همین طور کوروش وظیفه های ساتراپ های نو را مقرر ساخت و به هر کدام آنها قوه های نظامی ضروری جدا کرده آنها را به جای های تعیین شده فرستاد. در عین حال همه را هشدار داد که به محاربه حربی که سال آینده به نقشه گرفته شده است و به سنجش آدمان اسلحه، اسب‌های و فایتون‌ها آماده سازند. توجه ما را باز یک مقررات دیگری جلب کرده است که آن هم چنانی که میگویند از کوروش
سرچشمه میگیرد و تا به امروزها رایج است. هر سال یک قاصد مخصوص شاه همچون راهبری یک گروه جنگی سربازان برای کمک رسانی به سفر می براید، به شرطی که اگر یکی از ساتراپ‌ها به آن نیاز داشته باشد یا برای هشدار دادن کسی که اگر به خود فعالیتی دست زده است و یا عموماً برای برقرار کردن ترتیب و نظامی مقرر شده که مثلا اگر یکی از ساتراپ‌ها به جمع آوری خراج اهمیت نمی دهد، درباره حفظ اهالی محلی غمخواری ظاهر نمی کند، پروای ندارد که زمین کشت و کار شود یا نسبت به اجرای این یا آن وظیفه دیگرش خنک نظرانه مناسبت می کند. اگر خود قاصد از عهده این کار نبراید، به شاه خبر می دهد و او با شنیدن خبر تصمیم می گیرد که با ویران کننده ترتیبات چگونه رفتار باید کرد. محض درباره همین گونه قاصدان هنگام سخن می رانند که آمدن پسری شاه یا برادری شاه و یا چشم شاه را انتظارند. اما شاید حاضر نشوند، زیرا هر کدام آنها وظیفه‌دار است که با دعوت ناگهانی شاه به نزد او برگردد. برایمان باز یک نوآوری کوروش در مطابقت با اندازه قدرتش معلوم است که به شرافت آن او از وضع کارهای کشور حتی در منطقه های خیلی دوردست آن به زودی آگاه می گردید. با پی بردن آن که اسب در یک روز چقدر مسافه را طی کرده می تواند، او در این مسافه از همدیگر دور نقطه های خبررسانی را برپا نموده، آنها را با اسب‌های و سیسبان‌ها تأمین نموده، راهبری هر کدام آنها را به عهده شخصی وامی گذاشت که قابلیت قبول و انتقال من بعده نامه ها را داشته و آماده باشد که اسب‌های خسته و بیحال شده را قبول کرده و جای آنها اسب‌های نو را فرستاند. نقل می کنند که بعضا این اسب دوانی ها حتی شبانه هم قطع نمی شدند و قاصدان روزانه فوراً به شبانه آن عوض می گردیدند. از روی چنین رسم و ترتیب، چنان که بعضی ها تصدیق نمودند، قاصدها نسبت به تورنه ها راه را تیزتر سپری می کردند. حتی اگر این حکم اشتباه باشد هم، در هر صورت بی شبهه از بین همه واسطه های حرکت در روی زمین که برای انسان دسترس است، از همه با سرعت ترین است. ضمناً از هر یک حادثه هر چه زودتر آگاه شدن به خاطر فوراً اندیشیدن تدبیرهای ضروری کاری بزرگی خیر است. پس از یک سال کوروش به جمع آوردن لشکر در بابل شروع کرد و چنانی که میگویند او تا 120,000 نفر سواره، تا 2,000 فایتون‌های با داس‌ها مجهز شده و تقریباً 600,000 نفر جنگاورانی پیاده‌گرد داشت. این گونه قوه‌ها را آماده نموده و محاربه حربی آغاز نمود که در روند آن چنان که میگویند همه خلق‌هایی را که اگر از حدود سوریه بیرون برآید تا بحر سرخ تابع خویش کرد. سپس چنان که میگویند محاربه حربی او به جانب مصر ادامه یافت و این کشور نیز از جانب کوروش به اطاعت
او درآمد. پس از آن به حدود قدرت او این منطقه ها نیز وارد گردیدند. در شرق بحر سرخ، در شمال پاند یفسینسکی، در غرب کیپر و مصر، در جنوب افیوپیا. میدانهای بیرون از این حدودهای عظیم در یک حالت به علت گرمای شدید، در حالت دیگر به سبب خنکی، در سیومی آن برای سیرابی زیاد و در حالت چهارم از سبب کافی نبودن آب برای زیست ناموافق بودند. برای همین کروش منطقه های مرکزی را برای زیست خیش خود انتخاب نموده، زمستان را در بابل در مدت 7 ماه سپری می نمود، زیرا اینجا هوا گرم است. در فصل بهار باشد در سوزه 3 ماه زندگی می کرد و در اوج تابستان 2 ماه وقتش را در اکباتانا می گذرانده است. می گویند که به شرافت این ترتیب و نظام او همیشه از گرمی و سردی بهار بهره می برد. مناسبت آدمان نسبت به کروش چنان بود که هر قومی گویا حتی برخلاف منفعت خودش گناه صادر می کرد که اگر به کروش دستاوردهای عجایب کشور خود، محصولات زمین، حیوانات و هنر دستیشان را پیشکش نمی کرد. همین طور هر یک شهر، هر یک فرد علاهیده باوری داشت که اگر به هر نوع موردی پسندی کروش گردد ثروتمند خواهد گشت. حقیقتاً از آدمان گوناگون بخشی از اشیای فراوان را که آنها در اختیار داشتند گرفته، کروش در نوبت خود آنها را با ذخیره های تأمین می کرد که آنها چنانی که می دانست با آنها نیاز داشتند. کتابی 8 بابی 7. با همین گونه مشغولیت ها تمام عمر کروش پسی سر شد و الکی در پیران سالگیش بار 7 در دوره شاهیگری خود به فارس آمد. روشن است که پدر و مادرش کیها وفات کرده بودند. خودی کروش قربانی های معمولی به جا می آورد. طبق سنت پارسی رقص دوری عمومی را برپا می نمود و از روی عادت خودش به همه هدیه ها می بخشید. هنگامی که در قصرش به استراحت رفت چنین خواب دید. به نظرش چنین نمود که کسی به نزدش آمد و نمود ظاهریش در مقایسه با مردم عادی با شکوه تر بود و گفت: آماده باش کروش، اکنون نزد خدایان می روی. پس از چنین خواب بینی کروش دیر نگذشته بیدار شد و در حال فهمید که آخر عمرش فرا رسیده است. او بی تأخیر حیوانهای قربانی را انتخاب کرده در قله کوه، چنانی که در عادت پارس ها معمول است، به شرف زئوس پدر، هلیوس و خدایان دیگر ذبح کرده. به این مراسم چنین دعا را
در آن وقت پسرانش او را در سفر همراهی می کردند و در فارس هم با او بودند. دوستان و منصبداران پارسش را نیز دعوت کرد. وقتی که همه جمع آمدند به آنها چنین گفت: فرزندان من و همه شما دوستانی در اینجا حضور داشته، کار چنین است که آخری عمر من فرا رسید. از روی نشاندادهای زیاد من در این باره با اطمینان کامل خلاصه می کنم، اما پس از مرگم به من همچون یک شخص خوشبخت مناسبت کنید و این مناسبت را با تمام گفتار و عملهای ضروری تقویت دهید، چون که به نظرم من در اجرای وظیفه هایم همیشه فرقیتم را می جستم. در خردسالی در بین کودکان، هنگامی به بلاغت رسیدنم در بین جوانان، وقتی که کلان شدم در بین مردان. با مرور زمان چنان که می بینم قوه من نیز همه وقت به حد افزون می گشت که حتی در پیرانساریم من هیچگاه خودم را در مقایسه با دوره جوانیم ناتوانتر احساس نمی کردم و یاد ندارم که در یگان کارزاری و یا هدف ناکام شده‌ام. شما گفتار 75 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.